بو هم خوشبخت نخچه استو میگم استو دیدی استو را لطقه تکراس که میکنه هی تخته بیار اسپرده میکنه تخته بیاری را نگاه کن و یا برگزارشی یا بانی خیلی نگاه مکنی خیلی نگاه مکنی. سلام و درود بپایید با کلی مردمی تاجیکستان. خوش آمدید به کانال ما برادران عزیز، یعنی کانال اسپسیالیست جکی. برادران عزیز چخیلی که ما در نوارهامون پستافکا را ساخته بودیم، یعنی چیست هوایش به شما نشان دادیم علی سهر شویش تو آخیره. و حالا باشد امروز ما نقشه گرفتیم که انا همون پستافکا را نقشه به شما نشان دادیم که شما بینید که ما چگونه نقشه رو میکشیم، یعنی از روی انا همون نقشه ما چگونه پستافکا رو میسازیم. و انشاءالله که تماشا کنید تا آخری نوار ما را تماشا کنید و ما نقشه را میکشیم تا آخرش شما میبینید. از همون روی نقشه شما را میتوانید که انشاءالله در کجایی که رفتیم پستافکا را سازیم. نه اینکه این پستافکا بلکه چند نمودی پستافکا دیگر رو ما در پیش هست که نقشه مثال نوار بگیریم با نوار بگیریم. شما میبینید از ما در نزد دیوال هستیم. در این خانه پاتالوگ نیست، پولش چیستوای تیار است، فقط پاتالوگ مونده است. و شما چیکار میکنید؟ و شما میایید اول سراول راست انمی دیوال از این طرف به این طرف چی میکنید؟ متر میکنید، بعد بلندیش هم متر میکنید. سنتری هم دیوال میایید، سنتری هم دیوال دستیم اینجا اومده. وقتی که اینجا اومد راستچاتی پاتالوگ رو میگیریم. پاتالوگ شما باید که خیلی خونه راستینش مایده است. پاتالوگ شما باید 10 سانتی متر بخوان اونقدر فیگوری وزنی نمونه. شما 20 سانتی متر میگیرید از پاتالوگ، 20 سانتی متر پایان ادمتکا میکنید. بعد پاتالوگ رو میبینید. اگر پاتالوگ هایی که بالا باشه سیبینی باشه با بسیارتر میخوانید. و از پول باشد پول هم چی را میشه پولکا هم میشه در اینجا پولکا را ما هر یک کدام شده وای میکنیم رزمیروش نشون میدیم که چند میگیریم. راستشتی پولکا را میگیریم، بعد سنتری همیده دوره میکشید. از ما در همین سنتر یک چی میزنیم، میخچه میزنیم. میبینید دوستان عزیز ما 15 گرفتیم، ادمتکا کردیم در اینجا، ادمتکا کردیم. سنتری ما میخچه زدگی است و در اینجا هم یعنی راستشاتی پستافکا را گرفتگی هستیم. ادمتکا داریم در اینجا هم از پول، یعنی از اینجا 10 سانتی متر گرفتگی هستیم. این پولکا بعد 20 سانتی متر گرفتگی هستیم. درنی پولکا تاقچوش می شود. بعد از بالای وای 10 سانتی متر دیگه 10 سانتی متر جا راستشاتی گیپسا کردن چیستوای باید 10 سانتی متر بیاید. یعنی شما 8 میگیرید خطی گیپسا کردنش 10. بعد از بالای وای باید خالی باید بمونه. پایین این قطعی دوره تا میخوره. ژلکای ما دوستان عزیز ما ژلکا را حلقه میکنیم. ژلکا را حلقه میکنیم، نمیشه حلقه کردیم. در اینجا ادیوت میکنیم. همین ادیوت کردگی ما میره در همین ادمتکایی که کردگی. این همین ادمتکا پایان است. از بالا یعنی 85 تقسیم شدگی است. همین 85 ما ادمتکا میکنیم. ادمتکا که کردیم، بعد قلمه در همین حلقه ادیوت میکنیم. بعد به همین قلم دوره میکشید. دوستان عزیز یک چیز رو یعنی فراموش نکنید که هدا نشد. وقتی که دوره رو میکشید یعنی یکم بار دوره رو میکشید هدا نشد که چند دوره نکشید. وقتی که رزمه را که گرفتیم همینجا ما رزمه را گرفتیم تقسیم کردیم 85 اومد. همین 85 میاری اول دوره رو کشیده و در همینجا 85 نمو ادمتکا کردگی هستیم. ادمتکا میکنیم که ادمتکا که کردی پاره ایده باید پولکا بیاکو. همین پولکا را چکو میکنی رزمیروش هم میگی. نمو رزمیری درنی همین باید که ای دوره یعنی همین دوره ما 18 میوید. این نروش نشای بیرونه شای اوزی با درنش یعنی 18 نمیای با یک دیگه دوره میکشیم. درنم ولی نکشده. بعد درنی دوره باید خالی بمونه اینجا. با ای 8 میگیریم. 8 گرفتیم در اینجا پولکا میاد. با ای با سی میپرتیم درنی پولکا میشود. با 8 میگیریم. 8 میگیریم پولکا یعنی محکم میشود. بعد اینجا باید زازور مون راست شد یعنی گیریم که یعنی دوره ما طوری غلطه در همینجا. خیلی از بود
میکشیم مثال دوره رو بینید که چگونه میشود. ما بیو رفتیم نوخه حلقه میکنیم، حلقه را که موندی نوخه قلم میکپی، نوخه دوره خودش رفت. نه دوره دام آدمت کوی که کدایی دوره توری میخواسته تمام. жилкара шумо дуроз мегирен, жилкара ки дуроз ки гирифтен, яъне ина ҳалқаи мо дар ин ҷамон я ҳалқара чакана мешинем. Боз адмета гирифтагӣ ҳастем, яъне объёми хона марида ҳаст. Мо 18 гирифтагӣ ҳастем, хати гипса кардануш мисол 20 мешавад. Бо мо ба ай ҳами ҷамъ мегирем, ин расчоти оҳан айда оҳан мезанем ба ҳамита. Бо ай ҳамун деюм адметка ина деюм давраи мо яъне сар мешавад. Боз адметка мекунем. باز هم خیلی دیم دورش سر میکنیم. نه دیم دورش هم رفتیم. یکم دیزاینریش هم میکنی پولی بود میکنی بعد آهناش سر میکنی. اگر کی آهنا کی سر کرد یعنی یا دورش کشیدی آهنا کی زدی دیگه دورش کشیدن نمیتونی. پولی کی بود شد بعد سر میکنی. حالا جای تلویزیون ما تیار شد. میتونی که در اینجا تلویزیون مایداک بزنی. اگر کی خونه ابیومش کلان باشه دوره را کانتر کلان میکشی در بینش تلویزیون کلان میآید. در اینجا طوری که نمیگیره به همین خاطر دوره را ما کانتر مایده میکنیم. یعنی در اینجا دوره ما بود شد و نوبتی پولکوش طوری میگه. در اینجا ما پولکوش اول دورش میکشیم از اون طرف از این طرف نه رزمیروش هم موندگی هستیم. چه خیلی گفته بودیم 8 رزمیروش هم خیلی از ما میکشیم. شما با دقت تماشا کنید بینید. پولکوش دکانسا دوره نمیکشه یعنی تو نیوی دوره نمیاد. این هم خیلی سر کرده تا دوره را نیم شه. من اومد تمام شد دمجا میستیم. حاضی ما قلم قطی تصویر میکنیم بعد یعنی بو قطی روشنش میکنیم میبینید با چگونه شدگی است. برادران عزیز خیلی که سر اول شما باید که وقتی که خونه را که سر کردید یعنی خونه باید که پال این تنه دیوارش پاکلیوکا زدگی سفید باشد. بعد وقتی که نقشه را که کشیدی بعد میتواد و حالا که ما در این جاش پاکلیوکا که نیست با نوار گرفته شدیم کمتر که ممکن خیراتر باشد در نواری ما و ما حاضر با قلم یعنی تصویر کرده شدیم. وقتی که مثال بود شد بعد با بور ما روشنش میکنیم با میبینید که چگونه میشود یعنی دوره ما تیار میشود. باید کمتر زازور داشته باشه یعنی 10 سانتیمتر از 20 سانتیمتر است. در اینجا باید که از همه دیوار دوره ما باید یعنی
یعنی 20 سانتیمتر کم از 30 سانتیمتر باید در دور باشه بخواد. جا که خونه که مایده که است و با همین هتل در 10 سانتیمتر موندگی هستیم و ما باید گیر بگیر یعنی لیول کور بستون چطوری که بدونید کور با ما در اینجا کلاسنش مایده که اومد ما از این دور نفرلش را بخ باوی کم لیول هم روز میزنیم نفرلش کور بیمون 4 سانتیمتر میشه 4 سانتیمتر یعنی این خیلی میاد این که اومد داوره موره گیر بگیر رانتا میکنم